گمانبر دانستن یک قرغیزتبار در ترکشی متروی سنت پتربورگ روسیه دردسر مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای مرکزی را بیشتر کرده است. مقامات روسیه ترکش شام 4 اپریل در متروی شهر سنت پتربورگ را کار دستی اکبرجان جلیلوف زاده قرغیزستان می‌داند. حالا در سرتاسر روسیه چراهای امنیتی تقویت یافته است و پلیس با اشاره به زادگاه حمله‌گر احتمالی با زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با شبهه رفتار می‌کند. شیرعلی حمیدوف مهاجر 31 ساله تاجیک در سنت پتربورگ 5 اپریل بر رادیو آزادی گفت این وضع او و بیش از 10 همراهش را مجبور کرده است تا یک مدت از خانه بیرون نشوند. رها بسته شده با مهاجرو را تفتیش دارند با دقیقه موندگی پرویرکا میکنند تاجیکو را مهاجرو را هم خیلی کم قفنشون محکمشون میکنند با هم مهاجرو را برای مهاجرو با مشکل شد. ما زیاده 10 نفریم. ترکش در مترو یکی از بزرگترین شهر روسیه که 14 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت جامعه این کشور را نگران کرد. تفتیشات پاره‌های جسدی که از محل حادثه پیدا کرد به اکبرجان جلیلوف گمانبری اصلی در این ترکش منسوب دانست. پلیس میگوید با احتمال زیاد این جوان تنها نبوده است و حالا شریکان او را جستجو دارد. جستجویی که بار سنگینیش را مهاجران مهنتی تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی میکشند. مهاجران کاری تاجیک میگویند نه در همه شهرهای روسیه وضع چنین است. قیام‌الدین حمیدزاده مهاجر دیگری تاجیک در ولگاگراد کار میکند گفت اینجا هیچ چراهای جدی امنیتی به چشم نمیرسد و زندگی مهاجران طور معمولی ادامه دارد. تشویش مهاجران کاری تاجیک در پی این حادثه در حالی است که مقامات تاجیک میگویند شهروندان تاجیکستان هیچ ربطی به این حادثه ندارند. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه گفت شهروندان این کشور نه در میان زخمیان و هلاک شدگان و نه در میان گمانبر شدگان قرار ندارند. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حادثه را که مقامات روس آن را همچون ترکش تروریستی قلمداد کردند به دوش نگرفته است. در همین حال خدمات امنیتی قرغیزستان و قزاقستان گفتند که به همکاران روسشان در امر تحقیق این حادثه کمک میکنند.